هزاران پرنده حرکت میکنن به سمت کوه قاف در جستجوی سیمرغ و با گذشتن از 7 مرحله، بوران، مشکلات زیاد، بالاخره میرسن به کوه قاف و چیزی که پیدا میکنن سیمرغ نیست، آینه حقیقت. ما افغان‌ها 40 سال سفرمون به سمت کوه قاف زمان برد تا بالاخره رسیدیم بهش و اینجا دقیقا همون چیزی رو پیدا کردیم که هدهد پیدا کرد. خودشون رو در آینه حقیقت. چیزی که امروز افغانستان جلوت نگه داشتم سیمرغ نیست، خودتی. این آینه حقیقت. من رو توش میبینی، خودت رو توش میبینی، این 30 مرغ معمولی رو میبینی، 30 تا مرغ معمولی رو میبینی. ما خودمون حلال مشکلات خودمون میتونیم باشیم. بیاید شروع کنیم. اولین کاری که بکنیم انکار کردن رو بذاریم کنار. انکار کردن فرهنگ همدیگه، انکار کردن تاریخ همدیگه.